واقعا چه میکاپی اندازه میکاپ کلاسیک میتونه واسه هر مراسمی جواب باشه. یعنی چه آدم مراسم ازدواجش باشه، چه تولدش باشه، چه مهمونی یک جشن باشه، چه نمیدونم هر چیزی، هر مراسمی. واقعا داشتم فکر میکردم که این میکاپ کلاسیک از اون میکاپ هاست که واسه همه مراسم ها شیک و خوشگله، نه اونقدر سنگینه نه اونقدر سبکه، یه چیزی اصلا اندازه است. واقعا خیلی میکاپ فهمیده‌ایه. علاوه بر اون اگر که شما وسایل میکاپ کمی دارید، کار کردن با سایه چشم رو بلد نیستین یا اصلا سایه چشم ندارین، این میکاپ واسه شماست. من سعی کردم به ساده ترین زبان ممکن توضیحش بدم. علاوه بر اون ترکیبش کردم با یک پوستی که انگار زیرش آب دویده، سر حاله و گل انداخته. امیدوارم اینقدر شادیاتون زیاد باشه که مجبور شین این میکاپ رو خیلی تمرین کنین و کلی عکس با این میکاپ داشته باشید از خودتون. و همین دیگه، بریم که مراحل این میکاپ رو به سبک من یاد بگیریم. من به کرم پودرم یه کوچولو مرطوب کننده اضافه کردم، خوب با هم قاطیشون میکنم. دلیل این که پشت دستم میزنم اینه که خوب با هم قاطی بشن و گرمای دست منم به این قضیه خیلی خوب کمک میکنه که بافت لطیفتری پیدا کنه کرم پودر. قبلا بهتون گفته بودم که وقتی که میخواین کرم پودر بزنین بهتره که قسمت قسمت این کار رو بکنین، یعنی کل پوستتون رو نیاین یک جا کرم پودر بزنین. واسه همین منم یه لپمو میزنم، بعد میرم سراغ اون یکی قسمت پوستم. واسه پخش کردنشم یک بلندر مرطوب دارم اینجا که باهاش تپ تپ میزنم روی پوستم. یک نکته هم بخوام بهتون بگم که باعث شه عمر بلندر هاتون، یعنی این اسپانجای آرایشیتون بیشتر بشه، اینه که سعی کنین وقتی میخواین ازشون استفاده کنین اینجوری ناخونتون رو داخلش فرو نکنین. میبینین چی میگم؟ آره، ناخونتون رو داخلش فرو نکنین که این باعث شه مثلا بافت اسپانجتون آسیب ببینه. سعی کنین که یک جوری کنترلش کنین و تنظیم کنین که ناخونتون و تیزی ناخونتون ارتباطی با این اسپانج نداشته باشه. خب میرم سراغ قسمت دوم پوستم. دوباره همون مراحل رو تکرار میکنم، یعنی با اسفنج خوب این کرم پودر رو روی پوستم میخوابونم. من از کریمی که استفاده کردم بیبی کرم بود، این برند درمایونیکه و قبلا من نقدش رو گذاشتم توی کانال. کرم پودر یعنی حالا بیبی کرم خوبیه، منتها حالا احتمالا من دوباره شارژش نکنم و بخوام یک محصول دیگر رو وقتی تموم شد امتحان کنم. اما واسه مخصوصا پوستای چرب به نظرم خیلی خوب خوشگل روی پوست میخوابه. من دیشب قبل اینکه بخوابم، چون میدونستم امروز میخوام ویدیو بگیرم و در کلم دیشب دوست داشتم این کار رو در حق خودم بکنم که روتینمو کامل برم و الان دارم نتیجهش رو میبینم. یعنی این کرم یک جوری روی پوست من خوابیده که اصلا انگار بخشی از پوست خودمه. و قسمت آخر پوستم که پیشونیمه، خب من یک لایه از بیبی کرم و مرطوب کننده روی پوستم که میخواستم بزنم زدم. خب حالا هنوز کرم دارم و اینکه یک لایه خیلی نازک زدم روی پوستم. میتونم قسمت هایی که دوست دارم کاور بیشتری داشته باشه رو یه کوچولو اضافه تر کنم. چون که این کرمی که من درست کردم ترکیب سبکی داره، میتونم از همون یه کوچولو زیر چشمم بزنم
قبل اینکه کانسیلر بزنم، یا اینکه میتونم اگر که تیرگی زیر چشممو کاور کرد دیگه اصلا کانسیلر نزنم، از همین ترکیب سبکی که زیر از همین ترکیب سبکی که درست کردم به عنوان کانسیلر استفاده کنم. همیشه من با موهام درگیر بودم، همیشه. خب میبینی من کانسیلر رو کدوم قسمت دارم میزنم؟ دارم این قسمت پوستم میزنم، یعنی روی همون حاله تیرگی یا روی همون گودی زیر چشمم و پخشش میکنم، اضافاتش رو میارم رو به بالا، که چون که اصلا دوست ندارم کانسیلر رو تا زیر چشمم بیارم و اینو بدونین که اگر که کانسیلر رو تا زیر چشمتون بیارین باعث میشه که چشمتون کوچولوتر و ریزتر دیده بشه. خب برای بیس سایه چشمم از همین استفاده میکنم. خب من کار کرم پود زدنم تمام شد، اما اگر که شما کاور بیشتر از این میخواین میتونین تعداد لایه ها رو اضافه کنین که پوستتون کاور بیشتری داشته باشه. یه کوچولو کرم پود پشت دست من زیاد اومد، میخوام با این یه کوچولو کرم پود واسه خودم روشگونه بزنم تا پوستم خیسه و خشکش نکردم. میام از رژ قرمزی که میخوام استفاده کنم بعداً یه کوچولو برمیدارم و این رو با کرم پودرم ترکیب میکنم، چون که میخوام یک هارمونی بین لبم و گونه ها وجود داشته باشه. خب این از اوناست که خیلی زود خشک میشه، بنابراین میام سریع با کرم پودرم قاطیش میکنم اینجوری و میزنم روی گونه‌ام. اگر که میخوام بدونیم تا کدوم قسمت میتونین رژگونتون رو ادامه بدین، میتونین لبخند بزنین. ببینید من این قسمت ها میتونم بزنم. خب بعد سریع میام با بلندرم پخشش میکنم. میام یه کوچولو از همون پشت پلکم میزنم توی این قسمت و باز هم سریع با بلندر پخشش میکنم. این باعث میشه که پشت پلکتون یه کوچولو، دیدین مثلا میگن که فلانی لپاش گل انداخته، این فرض کنین پشت پلکتون گل انداخته و یه کوچولو هم روی بینی میزنم، این رو ضربه‌ای به بالا و پایین و چپ و راست پخشش میکنم. اگر که حس کردین دوست دارین گونه هاتون قرمزتر باشه میتونین شارژ کنین باز رژگونتون رو. خب این از پوستی که من درست کردم، رفتم توی آینه نگاه کردم و به شدت از پوستی که ساختم راضی بودم. خیلی خوب بود، واقعا از نزدیک خیلی خوب بود. حتما میام این زیرسازی که انجام دادم رو بهتون یاد میدم که واسه زیر میکاپتون داشته باشیدش و کیفش رو ببرید. حالا من میخوام بیام ابروهام رو مرتب کنم که بعد بیایم سراغ یکی از المان‌های خوشگل میکاپ کلاسیک که خط چشمشه. خب میام ابروهام رو مرتب میکنم همون جوری که دوست دارم حالت میدم. قبلا بهتون گفتم وقتی که میخواین ابروهاتون رو حالت بدین با ژل ابرو یا با صابون ابرو فرق نمیکنه، حتما اضافه موادش رو بگیرید. بعد این مواد رو خوب به ابروهاتون بکشید که همه جای ابروتون از این مواد داشته باشه. بعدم به حالتی که دوست دارین، یعنی به جهتی که دوست دارین ابروهاتون رو بخوابید. مثلا بعضیا دوست دارن که ابروهاشون خیلی رو به بالا باشه،
بعضی دوست دارن که خواب طبیعی داشته باشه. این دیگه سلیقه شماست، سلیقه شماست و قانون خاصی هم وجود نداره. مهم اینه که شما چجوری دوست دارید به نظر بیاید. وقتی که ابروهاتون رو بعد از زدن کرم پود درست میکنید و مرتب میکنید، حتما باید مراقب این باشید که کرم پودر اطراف ابروتون رو بر ندارید که ابروتون به هم نریزه. خب این هم از این. من در کل ابروی مرتب، یعنی ابروی خیلی مرتب دوست ندارم.